در آیات قرآن چی میگن؟ محبت، دوستی، پشتیبانی، یاری کردن با کفار بر ضد مسلمانان یکی از نواقض ایمان. آیات قرآن چی میگن؟ و من یتولهم منکم فانه منهم. این آیات قرآن میگه کسی که دوستی میکنن با دشمنای اسلام، با کفار، که کفرش صراحتا معلوم است، قرآن در میده صراحتا، میته نمیده، پیغمبر صراحتا دشنام میته نمیده، سر پیغمبر صلی الله علیه و سلم فیلم مسخرگی نمیسد نمیسد. آیت قرآن چی میگه؟ میگه و من یتولهم منکم، هر کسی، ای مسلمان ها، این خطاب برای مسلمان هاست، برای کافران نیست. میگه ای مسلمان ها، هر کسی از شما که چی میکنن؟ دوستی میکنن با امرای این دشمنای الله که یهود و نصارا و سیکولر هستن، بیدینا هستن، با این فانه، پس اینمی مسلمانی که دوستی هم رازی میگن، آیت قرآن فانه منهم، از جمله ازواست، از جمله شما نیست. ان الله لا یهدی القوم الظالمین، الله هدایت نمیکنه قوم ظالم را. از این خاطر ببینید که چقدر خطرناک است، چقدر خطرناک است کسایی که میگن که دوستای خارجی ما، دوستای امریکایی ما